سلام علیکم رئیس محترم. بخشش مرا زود آمده رئیس محترم. من آدمی تنها مردم. ما در بنیسه کار میتونم این روز امیجانا بپرس. ما فرزند ندارم، ما تنها مردم. 2009 مرا یکی مرد بچه و تامد بچه مرد مرد که مرد پدر تنها مردم در کوچه می نورکیونه سخت 75 زندگی میکنم. این شب خوام شبی 19 همی چیسلا خوام و دختر پاپا قطی پاپا در مکت کردن هوی نکردم دیلیو نشدم رئیس محترم. این کران میخزم در پرما هم را دادن قریبش کنن ای پجارکا آدم آورده در مزدن حال برای آدم روی که ببینه این همی قیدرم پردگی مردم تنها مردم هیچ کس سوز نمیکنه. کجا برم رئیس محترم؟ من لوچور شدم خستم پیش شما اومدم. تهمتم کرده است که خونش پجار شده خونه ما دور اومده. با کدام اساس من آدمی تنها مرد همین خیلی تهمت میکنه. کجا برم من آدم بی‌فرزند تنها مرد؟ من صاحب خونه رئیس محترم. من خلق شهری رو اونو آخه بگم که وطن دارم کجا برم نمیخیلم کده است. خوش دارم اشما که ارزی مرا بپرس. شب ساعت 11 بعد 12 شب یه بار کت کردن در مهمی نکردم رئیس محترم. دیوم اینا نگاه کنم نولین چه مرده مرا مولوده میگن دختر ابراهیم و مولوده اینا روز فبپرس میجونه یه بار با پنجم بروردگان ما دولین زدگیم 3 بار الفت گذروندگیم رگای عصب همش میزنه که میخکد اینا جزیر بوده هم دستم کار نمیکنه باز آدم این دستم شکستگی داخل خون رئیس محترم این دینه بگه میگم که 19 چیسلا این دینه 20 میجود 21 چیسلا ما در همین وضعیتم چیکار کنم رئیس محترم نمیدونم یا خونم علیش کنه یا که بگم که نگاه بینم کنه کدام روز ما دست میزنه خاطی این فرزند یا میمبرم برعکس تهمت‌های بردروغ میکنه رئیس محترم خاطی کارگری حکومت ایدام 74 گاهی ایدا قدره خاطی آناموزانی همون تهمت ام خیلی پای دروغ اوزانه که تمام میگه پگو برای چی گودک زنبوش سگوده که غلط موندی نه خاطی هموش دیگه ممجه رفت نش زنه که ایدام باشه بین شما بخشش بچه‌ها در این سال ما شرمای حیای کار گفتن تمام میگه پی به شرمی و به حیا گیر ازنی همون را گاز دادن کارشون در گیم سود بود با بخشش پرسید رفت با مرد کاغذاش گرفته اینا با دست به به فرزندی خونه کلید کرده گندگی خوبی مرا اینا اوراز و امیجان کارگری بلنسای شهری روغون ما تای دست همین پنسای دولت بر اومدگی بگیم که بپرسه که ما چه خیلی انسان بگیم خوبون گندهیم مرا داولی نمیخواد کدای همیشه دون روز هم بگذره داری مرا میزنه دختری او یا سیم خونه دمش تگیم دیم دو دولت بیگ نیست آبادم باشه بگذره داری مرا میزنه مرا نمیمونه آدمی غمدار آدمی داولی دار بگیم که به فرزند حتی دو حیوان زین میره رو خوشکوی حیوانوش رئیس محترم بخشیش بچه هم بخشیش مرا زور اومده مرا کردی کلون است میره زونه این همی بین همی هفته دا 6 مرتبه جدم خیلی میکنم کجا برم رئیس محترم پیش شما خواهش دارم سرم قدمات رئیس محترم دستم دامنو همین دستگیری کنه با همین دست شکستگی من زمستان تای غجده دلیدین کردن رئیس محترم با عدل با تمام جای اگام انسان از من نپرسید من مجبور شدم با اوچسکاوی روی کردگی تون رفتک بیانات بگم که گناهگار را نگرفته ایمه گناهی که در کوچه موندگیم ایمه را گریم مرا گناهگار کرده والا من شما را فهمیدم فهمیدی بچه که اومد دعوتش میکنم شعبه کار با همسایا با همش مرا گنده کردگی ای زنم میپرسین همین رئیس محترم خواهش میگم که سرم قدمات مادری تام رئیس محترم بازید میگن خانم عوض کنن خانم شما خدمتی شخصی چه کنم رئیس محترم زورم اومده خیلی آدم رو به نظارت بگیریم من خانم علیش نمیکنم میشینم چیکار کنم کجا برم میگه عوض کنن خانم شما همین انسانات که ما یکم شخصی خانم خانم شخصی خانم عوض کنن میتونین اگر استفامتی خدمتی میشید خیلی همون با خیلی گرفتیم من خودم دعوت شما میکنم شما رو هم دعوت میکنیم جای در میزنیم شعبه کار در خیلی بش کنم حقورت یا میانبار بارو باشه رئیس محترم بیرون خانده شده بودن بوده تخصیب شده دولتی هم خیلی کنه چیکار که من لازم تقریبا شما همون ساعت گل زن زدن خیلی چیکار که من تیپو رئیسی چی ندارم میره میگم خیال میگه کدام امروز در ماشین پجرکا در همون جا خلق میدیم سوزان پتر رئیسی
محترم در زمین نمیگم که Sunum önce işte olarak o basına gidiyorlar ama mesela bir de izlemeyin çünkü diğer masada koşmadan ciddi ürünün peşini tutuyor. Ciddi gider. Her hafta kapı oranı kaybetmeyin masalada mahrum ürünün şubay koyuyorlar değil. Tabii mümkün ise o yüzden şart ona odamlar ondan ayrı taktıklardan yine ayrı odamamızda ayrı konumdan diyoruz. شهروند مردم مطلوب قانون جماعت قدام به یک خلای نبود و مسئله زمین نظرگی مسئله زمین 4-5 بچه داریم فرزند خمون خیلی کسلی هم تصور نیستیم سیستم مردم خواهش میکنیم که از زمین برای فرزندمون با خواهش خودمون مثل فرزندمون به خدمت روان کردیم أنا أشتري مع الشموع وش هذا من ناس حوالي از جماعت مو اشتراک مثلا مسئله در زمین خطی اوسیگر شریک شما بین که در زمین وزیر گفتن از سال 2009 اینجایی در شهر خونزنشی بله فوند زمین جدا شده نیست اگر امکانات داشته باشیم ما فقط در یونان زمین داریم اگر اینجا خواهش داشته باشیم مرحمت میگیم جدا میگم خیلی کن فرزند چند قدر دور زندگی کنه با فکر ما هم میری حضر مدن زیاد میشه و همه شهری در یک جو جمع کردن و فکر می از روی وای نیست اگر امکانات داشته باشیم نه رئیس کمیته زمین یونان هم جدا کردن میتن میشه همین الان شد گوش میکنیم سلام علیکم رئیس ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که عائله احتیاجمند زمین ندارم شوهر جدا شدگی و 2 فرزند خانه دارم در همین نوبتداری زمین عرضه پیشنهاد کردیم دستگیری شما را میخواهیم که دستگیری کنید صاحب ذات زمین شدن به خاطر 2 فرزند عرضتون رو پیشنهاد کردیم نکرده اوزی روزی رو باید شما بشود که هر کمیسه جمعیت ببینیم کمیسه جمعیتی رو ببینم خصوص شما پیشتون میکنم شما جنابا دامه مونیم روزگر مثلا که در زمین این مشکلی در همه جو هستن قبول مو که در زمین فقط در یوناش داریم خیلی دیگه میگیم اصلا از دولت تو اینجا در شهر اون فوند زمین از فوند زمین جدو شده نیست باشه سرکه سرطامین اگر امکانیت داشته باشه یوناش در اونجا مسئله اوه مشکلی نداره زمین هم هست 800 میگیریم 600 میگیریم اونجا رو عبود کنه در جو نه اگر خواهی داشته باشه یوناش مردم که همه هم خیلی نگرد چکر کنیم بچه من هستیم که یک مکتب هسته مکتب هم هسته خیلی بود ببینم پیش میکنم خاننده شهر اون کوچه میدانی مایده تنهای مراجعه تکراریه ویدی مثلا ما با جای کار بود پیشنهاد کردیم که در کلیده سوق و خینگاه برای جای کار پیشنهادش کردیم این بود هنرهای مردمی شواده کار نکردیم؟ برای چی؟ نه شما اول جای کار بودیم و شما جای کار بودیم نه برای زمین اومدم زمین؟ زمین از یاریدی؟ خیلی نام شد نه یوناش برای زمین اومده که خیلی یوناش در دور مرمت بودیم پیشنهاد میکنیم عرضه زمین وزیر نمیشه نه واسه که؟ کی دبتی خوشه دبت اصلا ممنون یا روزتر هسته؟ روزتر هسته؟ شما نام نمیشه احتیاجمندی شما هم اینا کجا این خیلی چیزا دارم خیلی هنرهای خانگی دارم اگر یکم چیز باشه بسیار هست برای معلومی میکنیم داری میگیم نیست شهروند شما تکرار با تکرار میگن که هنرمند نداره
کارم تشکیل کنه یک جور نه نکردم یک بار اومدگی اینا یکم چی ندارم من این دختر در خودم دیدم و هیچ کسی در یکم بگیداری نیست بسیار دارم در خونه هم هرگاه میخشه برای ایشون دادم من میخشه همکاری میکنم دیدم من زمان سپارش میتون مودم این کرتر در کار است باور کنید از نه در چسبوندگیش هم دارم از خودم بود نرسه گیر همکاری کنیم اگر یکون زمین مرکز امکانیت داریم برای گوشه نروی مردمی یا که دکتری دوزار امکان داریم بینا داریم ولی است گوشه نروی مردمی بدای زمین شما کجا میخورید؟ برای همین زمین بزرگ ما داریم فقط در دهه یونانش نه اگر یونانش خوش داشته باشی مرمت نه به نوبت شو بزرگ عرضه کردگی نبوجه سوستر و نمیشه آخر چند سال پس نمیشه خب میام اگر اون میکشونه برای زندگی همه نه خوب برمون هم ممکن نیست برمون نپخشید تازه مرسکن بود در زمین شو برای روز میبرم چند هست اینجا کندی که زنده میکنید سرخ شما هسته؟ ایجورا میشین در خونه خدا آفر ایجورا چی داری؟ شرایط وزنه یکم آدم یکم چیزا خیلی از من مثل استمرام که معی باید خودش کردن میتونم اگر با خودشان دوزون همه هنر را دارم نکه استمرام نه زمان نروت استفاده باید ما خریداری میکنیم ما در همین کرتر دوری همین چیزو در کار از رئیس جماعت در کار نیست؟ همکاری کنیم پس کنیم یادم کنیم در کدای زمین هم ما میبینیم اگر باور کنیم زیر چند نفره در روی خط 2135 شما 2136 شهروند میشین که کدای زمین در نوبت صورت گسیم خریداری میکنیم اما مشکل ندارم سلام جمع شرک و دیگر توید با مسئله و اینجا رساندن پرونده زمین از زندگی امکان رساندن رئیس جماعت این خدا یک سهیم رو میگیرن شما اون را رفته در جوش دیدیم؟ کدای زمین چند سوت رفتیم دیدی؟ وای اما 17 سوتی در کتب خوجایی گذاشت است خوب کتای زمین قطیم با سهاری وای کردیم 17 سوتی با اونش رسیدی در کتب جماعت 17 سوتی 17 سوتی چند سوتی خیلی؟ 6 ساعتی برای بچه‌م نه نفهمیدم در اون چند سوتی؟ 17 سوتی 17 سوتی 17 سوتی قرارش هست دو تا زیر ساختمان 2 سوتی خشه 17 سوتی زمینی کنته زمین پرونده شد در دست شما هست نه؟ بوشد یوزو میکنیم میتونیم یعنی مشکلی نداره یوزو شما نمیره فرستم نبینیم یوزو شد امکانی ساختمون داره شما خدا بعد بگیرین که زمین هم بفروشین با غیر قانونی یکم مشکلی دیگر بعد ایجاد کنیم برای همین امکان داریم برای ساختمون های شبه نیموری یا برفته ببینید در جوش ببینید امکان داشته باشه یکم مشکلی نداره ایجاد میکنیم ایداخل خودش برای فرزندش 15 سال میشه اونجا کار میکنم همین قرض کردم رئیس که دخترمش دادم جیان عروس کرسنادر بود اومدم دیگه فریده در کار میگیرم ما این بانک قرض دارم شما مهاجرت نیمتی رفتیم؟ یک دختر عروس بردم من اینجا عروس بردم اومدم دیگه قبول میگیرم در کدام مسعود شما از رخصتی نوشتید؟ نوشتم دو بار نوشتم نه نوشتم بعد رفتم من با خودش تا ارزه رو نویس بیاین با کرده میگیریم گفت چند بار رفتم آخری ماه بیا با کرم میرم جای کل اگر هیچ جام در اودام نیست رنگت صدا کار میکنیم این از دست که متخصص برای چی کار دارم میگیرم؟ رئیس در بیمتون تحمیل شهر بود بس ویدیو کوری همشیرگی 27 بس ویدیو کوری خولی داره ما تو شفایی داره که یک چند مرتبه گفتیم که همشیره که وید میشن سری وقت با کار قبول کنیم کیو کس میگه که مدت در کار نیسته من فراموش میکنه همش شما فراموش
ببینیم روز دوشنبه بودا برخواهد اما اون جسم مکنی خسته میرم چند بار رفتم آخری ماه بیام میرم میگه که جونی سوخ جون خوری ایش کنسته رسته چی مشکلی هم داره؟ مفرد هست؟ چی پرابلم؟ روز دوشنبه نزد همین کسبیه سردختو بودا در جود برخواهد نه رحمت خلام سال شهروندو چرا گفتیم همین ترتیب دویم اشتراک دارند که بعضی مسئله میشه که پشم و وابستگی دارد در جوش باید ما حالا فصل کنیم که شهروند سرگردون شده از هر جور و جوی دیگه قرار برای ما خواهش میکنیم که طبق ترتیب مشارکت در مدت‌های کوتاه‌ترین مسئله شهروندان حالا فصل اقتصادی بیاید. خب رئیسوی جماعت شما می‌اول ببینید تعریف کنید چون میگفتیم در مد اول باید که شهروندان یک رو از پیش شما قبول باید هر یک شهروند شما دونید پیش از اومدنش باید ما خود زیران شهروند شما می‌خواهد اگر شما که امکانیت نداشته باشید ما شهروند سرگردان کردن در خود نیست شما در قبول شهروندان با فکرم هر هفته هست و همین ترتیب قبول کنیم امکانیت که نشید